بهرامی پیدا داشت. بهرامی خوابیدی؟ شما بهرامی هستی؟ اون چیه؟ خب حرف بزن. آره باریکلا. آره فهمیدم که بلدی. لیواناتونو ببینم. دستا بالا. از جیب درار دستتو. دست تو جیب نباشه. بگی بالا آقا. بگی بالا. ببینم لیوانتو. درست. خب ساکت باش. شما خب داخل که رفتی این چراغ قرمز که خاموش شد لیوانا رو پر نمی کنی، نصفه اینقدر. یک میز اونجا داخل هست، آروم که به خودت هم نریزی به کسی نریزی بیذارین روی میز. خیلی خوب این چراغ خاموشه میتونیم برین تو. کسی اعتراضی نداره؟ نه. درسته؟ برین تو. برو بدون. یه نفر، این 2 نفر، این 3 نفر، این 4 نفر، این 5 نفر، این 6 نفر. برین آقا جون بس. آقا جون بس. عقب برین. سلام علیکم. چراغ قرمز. عقب برین. این 6 نفر که اومدن، این 6 نفر بعدی میرن تو. شما 3 نفر این ور. شما 3 نفر هم این طرف. آقا رضا. بله. بفرمایید. بله. حسین نقاش. بله. مواظب باش رنگ رو سر اینا نریزی، رو سر این بچه‌ها. چشم آقا رضا. آروم‌تر بزن. آقا اینو توجیه کردین؟ بله. یه قصه اعتیاد براشون تعریف کن. بله. همتون این عکس که میبینین این یه دونه از بازیگرای خوشگل قشنگ کشور فرانسه بوده، هالیوود. خب این نابغه بخت خودش بوده، اصلا لنگه این نداشته در دنیا. ثانی خوشگل بوده، اصلا لنگه نداشته دیگه، خوشگل جوان. این 22-23 سالش هم بیشتر نیست، سال زیادی اونچنانی نداره. حالا میدونی چرا این به این شکل و شمایل افتاده؟ رو عمل، رو معتادین. شماها حالا میدونی باید چیکار کنین؟ همتون خیلی حواستون باید جمع باشه. حواستون جمع باشه. هیچ کس از این آزمایشگاه نمیتونه قصر در بره. من اجازه به هیچ معتادی نمیدم که از اینجا با کلک بره بیرون و بخواد بره تو این جامعه رو آلوده کنه. شما برای چی اومدی؟ میخوام بازنشسته شم. یه از بازنشسته‌ها ادب اعتیاد میخوام. گفتم صاحب بازنش تو پرونده‌ام نیست. آقا رضا نظارت کن. شما برای چی اومدی؟ هیچ بابا، این زنمون به ما شک کرده، رفته به باباش گفته. باباش و خودش باشون توی کفش کردن که الا و بلا باید بری آزمایش ادرار بدی. حالا ما اینجا خدمت شما. مشغول شو. آقا رضا نظارت کن. خودشون معلوم. شما برای چی اومدی؟ من کارمند یه شرکتی هستم. این دست آخر گیر دادم به من، گفتم باید برید تست اعتیاد بدید. اینه که اینجا در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. مشغول شو. چون مشکلی نداره. آدم سالمی. معلومه. خواهش میکنم اگه ممکنه یه فرصت کوتاهی بدید. نفر بعدی آماده بشن. اشکالی نداره. دیوانه‌هاشون هم بگیرن دستشون. سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. مرسی. یه مسافر داشتم گفت که بیاد اینجا آزمایش بده. بله. نیم ساعت جلو در من کاشته. می‌خواستم ببینم که این تو نیستش. اولندش به اجازه کی اومدی؟ دومندش اینا رو نگاه کن ببین تو اینا نیستن. نه بابا عینکی بود که همون کنه. نه میدونی نیستش. انتهای راه رو سمت چپ یه در دیگه داره، از اون در فلنگ بسته. 2 در داده اینجا؟ بله. در رفته ناکش بیجا کرده. شایدم خدا بیا بریم آقا. شایدم فرار کرده. بیا بریم.
ماشاءالله چه هیکل ورزشکاریه. معلومه که اهل هیچی نیست، خودشه. مخلص شما. برای چی اومدین شما؟ برای گوانه پایه که اومد جون، برای بیابون. آقایون توجه داشته باشن، اگر ایشون معتاد باشه گواهینامه پای 1 بگیره بره بیابون، خمار باشه یا نشه باشه، یه تصادفی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ چند خانوار بدبخت میشن؟ مشکوک شو. آقا رضا درسته. خدا نکرده اگه تصادف بکنه یه عمری یه خانواده بیچاره و بدبخت و خدا نکرده یه طورایی. برو جلو. آقا رضا مواظبش باش. برو جلو. زمین نرید. به خودت نرید. برای چی اومدی شما؟ واقعیتش تو حیات دانشگاه داشتیم سیگار میکشیدیم، بعد حراست دانشگاه گیر داره که سیگاری میکشی، بعد فرستادم آزمایشگاه. مشکوک شو. آقا رضا مواظبش باش. این آزمایش حشیش و بنگ و علف و نشون نمیده. جونه من؟ بله. چیه؟ خوشحالی؟ ناراحت بشم؟ میگه نگفتی سیگار میکشم؟ سیگار میکشم. مشغول باش. برو جلو باش. آقا رضا مواظبش باش. نشاشی به خوده. یواش. دیوانه بدی. شما برای چی اومدی؟ با اجازهتون میخوام ازدواج کنم. شما قدم رنجه بفرمایید، تشریف بیارید مراسم عقد. باعث مزید امتنان است. تماشا خونه یه هم حرف میزنه. آقا رضا سرنوشت یه دختر یه خانواده در میونه، حواست جمع باشه. بله. برو جلو. به آینه نپاچی. پرش نکنی تا خرخره. یواشتر. خداحافظ شما. خداحافظ شما. با عزت. به سلامت. شما این کارتون تموم نشده؟ بله نرفتیم آقا. بیرون. نه میخواستم بگم که یه خورده هوا این لیوان ما رو داشته باش. بفهمه بره بیرون. بفهمه بره بیرون. خواهش می‌کنم اینجا مقررات داره برای خودش، کسی هم چیزی عوض نمی‌کنه. حق داشته زنت بهتون شک داشته. بفهمه نه بیرون. منظورم اینه که یعنی حواست باشه با لیوانای دیگه اشتباه نشه. بفهمه بره. خواهش می‌کنم. چش. خوش آمدید. به سلامت. شما چرا لیوان تو خالیه؟ من الان آمادگیش ندارم. دیگه آقا رضا بیرون اعلام نکرد که هر کس که آمادگی نداره نیاد. از دیشب همینجوری دارم مایعات میخورم. اگه شما اجازه بدین چند دقیقه اینجا وایسم، مشکلم که حل شد میرم داخل. بفرمایید بیرون. خواهش می‌کنم. برای ما مسئولیت داره. فرمایش شما متین، ولی من قول میدم مزاحمتی برای شما نداشته باشم. من وقتم برنامه‌ریزی شده است. بفرمایید. شما همیشه اینقدر سختگیر هستید؟ شما که این بازرسان نمیشناسید که. اگه تا حالا یه بهانه از من رضا گرفته بودن، کلک مالو کنده بودن. دلم نمیخواد تو این چند ماه باقی مونده کل خدمتم به باد بدم. بیا آقا جان. فشار نده میشکن. نه نشکنه. فشار نده میشکن. فشار نده میشکن. دست درد نکنم. بیا آقا جان. فشار نده میشکن. آقایون توجه داشته باشن، برای گرفتن برگ عدم اعتیاد اومدید اینجا. لیواناتون رو پشت رو کنید، تکونش بدید. آقا رضا ادامه بده. کرد. آقایون این عکس میبینی؟ این یکی از بازیگرای خوشدل قشنگ کشور فرانسه است، هالیوود. خب برای احتیاط شوهرش، این نه 22 سالشه، این برای احتیاط شوهرش از این پول میخواسته، این میگه ندارم و دارم، دعواشون میشه، آمپول بزنه، سنتور بزنه، یک مش اینجوری الهی با امید. چیه بابا قصه ننه کلثوم را انداختی؟ بذار کارمون رو بکنیم دیگه. چی شده بابا؟ یعنی چی یه ادراک کردن این همه مقررات داره؟ اینجا قانون داره مقرراتیه، پس چی؟ بابا یه جوری داره صحبت میکنه فکر میکنه ما اومدیم میخواد بند کفش کتونیامون هم در بیاریم. بابا به قیافت میخوره که حبسم بودی دیگه. کمربندت هم در آر، بند کفشت هم در آر، لازم داریم. احترام موی سفید تو دارم. اگه احترام موشه بشم چیکار می‌کنی؟ اینجا مقررات داره برای خودت. دارم میبینم مقررات داره. مملکت اعتیاد بعدش آقا داره دیوار رنگ میزنه. بفهم بیرون. اینجا مقررات داره. آقا بفهم بشین شما. این بنده خدا که تقصیر ندارن. از صبح تا پشت این در یک لانگ مو پاسدن. هر کی جای اینا بود مسئولش هم ترکیده بود. از بس که شما سخت میگیرید. شما که اینقدر دلسوز کارتون هستید، کجای قانون نوشته که اینقدر مردم سختگیری کنید که ازشون شاکی بشن؟ شکایتشون به جایی نمیرسه. هر کجا بره آخرش میاد پیش خودم. اینجا اگر کسی از شما شکایتی داشته باشه به کی باید بگه؟ به خودم.